мною принято решение о проведении специальной военной операции. از آغاز جنگ روسیه با اوکراین خبری مرگ بیش از 10 زاده تاجیکستان رسیده است. پیوندان جوانان تاجیک که همه سربازی روسیه بودند، کشته شدن آنها را تصدیق می‌کنند. به نام الله بخشاینده و مهربان. ارتش روس گویا می‌خواهند مردم اوکراین را گویا از ملتچه ها آزاد کنند، اما خود نمی‌دانند که فساد می‌کنند و در فسادشان مسلمانان را بازیچه و لختک می‌سازند و کافر بر فایده خود مسلمان را استفاده می‌برد. قرآن می‌گوید: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. هرگاه به آنان گفته شود در زمین فساد نکنید، و دروغ میگویند ما البته خود اصلاح گریم. آگاه باشید که آنها خود فسادکارانند، ولی به سبب جهل و سرکشیشان حس نمی کنند. ای ایمان آورندگان هوشیار باشید. قرآن می گوید: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ای کسانی که ایمان آورده اید، یهودان و مسیحیان را به دوستی نگیرید. آنان دوستان یکدیگرند و هر کس از شما که با ایشان دوستی کند حتما از آنهاست. بتردید الله تعالی گروهی ستمکاران را به خاطر دوستی با کافران هدایت نمی کند. سوره مائده آیه 51. از همه مهمش، آیا در عمل شما ای ایمان آورندگان مگر خیری هست؟ بعد مردن در نزد پروردگارتان باز می ایستید و چی جواب می گوید حال آن که قرآن می گوید: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. به همین سبب بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس انسانی را جز برای قصاص کسی یا فسادی که در زمین مرتکب شده است به قتل برساند، چنان است که گویا همه مردم را کشته است، و هر کس انسان را زنده بدارد چنان است که همه مردم را زنده کرده است. و بیگمان پیامبران ما با دلیل‌های روشن برای آنان آمدند، ولی باز هم بسیاری از ایشان پس از آن در زمین زیاد روی کردند. ای ایمان آورندگان هوشیار باشید و به قیمت ناچیز ایمانتان را نفروشید.